بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. امیدوار هستم که هر جایی که هستین جور و صحت سری حال باشین. ما در ویدیوی گذشته درباره حقوق بشر در اسلام صحبت کردیم. امروز درباره یک از موضوعات بسیار مهم دیگر یعنی عدالت اجتماعی همراهتان صحبت خواهیم داشت. عدالت اجتماعی چی هست و چرا جهان نمیتواند به عدالت اجتماعی دست یابد؟ عدالت اجتماعی این است که حقوق هر فرد رعایت شود و هر صاحب حقی به حق خود برسد. عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسان پاکسرشتی از مهمترین موضوعات به شمار می رود و همچنان عدالت اجتماعی خواسته هر بشر بوده و هست. اما امروز جهان از نگاه تکنولوژی، نوآوری، فناوری، اطلاعات پیشرفت‌های فوق‌العاده دارند ولی نتوانستند به عدالت اجتماعی دست یابند. نظر به با اهمیت بودن این موضوع یک از موضوعات بسیار مهم در سطح جهان می باشد. از همین جهت است که سازمان ملل یک روز را به نام روز عدالت اجتماعی نامگذاری نموده و با اهداف مبارزه با فقر، مبارزه با تقسیم عادلانه قدرت و ثروت در میان جوامع یادآوری نموده. ولی این همه اهداف تنها در شعار باقی مانده و بسیاری از افراد جهان نتوانستند از حقوق ابتدایی خود برخوردار باشند. نظر به با اهمیت بودن این موضوع تمام ادیان آسمانی به شمول اسلام برای عدالت اجتماعی به طور فراگیر و همه‌جانبه امر نموده و همچنان اسلام به طور فراگیر و همه‌جانبه برای عدالت اجتماعی بدون در نظر گرفتن نژاد، قوم، سیاه و سفید، مسلمان و کافر به طور همه‌جانبه امر نموده و در آیه 58 سوره نساء خداوند می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند فرمان می‌دهد که امانت را به صاحبانش برگردانید. هنگامی که در میان مردم حکم میکنید به عدالت حکم کنید. ببینید در این آیه کریمه خداوند جل جلاله به طور فراگیر و همه‌جانبه بدون در نظر گرفتن قوم و نژاد، بدون در نظر گرفتن مسلمان و غیر مسلمان به عدالت اجتماعی امر نموده.